لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعد لهم ما استطعتم من قوة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، واستعن بالله ولا تعجز، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو كان كذا، لو فعلت كذا كان كذا، فإن لو تفتح عمل الشیطان. رواه مسلم رحمه الله. حضار گرامی، عزیزان نهایت محترم، به آوانه قرار داریم که حوادث و مصیبت ها بالخصوص بالای پیکره اسلام، بالای افراد مسلمان در گوشه گوشه دنیا به چشم سر دیده میشه. حوادثی که طاقت فرساست، تحملش وجدان و ذهن ما و شما برداشت کرده نمیتونه. یقینا هم همچو حالات در این روزگار دنیا باید بیایه، به خاطر که دنیا محل راحت و عافیت نیست. الله سبحانه و تعالی این دنیا را به این خاطر پیدا کرده که ما در این بیاییم. وظیفه و مسئولیتی که الله سبحانه و تعالی بر ما سپرده او را انجام بدیم. زمانی که ما مسئولیت خود ادا میکنیم، در این شک نیست به کدام مقصد و هدفی که ما و شما حرکت داریم، در این فراز و نشیب خیلی بزرگ است. تکالیف زیاد است، محنت و زحمت زیاد است. آیا در برابر همچو حوادث چیزی هدایاتی که الله سبحانه و تعالی و رسول محبوب الله سبحانه و تعالی محمد صلی الله علیه و سلم برای ما توصیه کرده، راهنمایی و هدایت را کرده و گذاشته که ما در همچون مشکلات چه قسم روش داشته باشیم، در کدام مستوى قرار داشته باشیم. در این شک نیست الله که این زمین و آسمان پیدا کرده و انسان خلیفه در این زمین، یعنی نافذ کننده احکام خود قرار داده، راهنمایی و هدایت هم برایش داره. و توصیه زرین و طلایی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای امت خود باقی گذاشته. شرط است که ما مراجعه بکنیم. یادتان باشه در طول زندگی انسان که هر قدر مشکل به انسان پیدا میشه و رونما میشه، علتش جدایی و دوری از هدایت زرین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می باشه. هر جایی که ضربه بزرگ چی شخص انسان میبینه و چی نظام میبینه، ببینه که این ناشی یا پیدا شده از جهالت و نادانی در مورد قواعد عمده اسلام است. اگر ما به عمق دین، به ریشه دین پی ببریم، محنت بکشیم، زحمت بکشیم، حقیقت دین درک بکنیم، نخواد حالات خیلی ناگوار ما و شما مشاهده بکنیم. ولی افسوس است که ما همیشه اکتفا به اقل کردیم، به خیلی کم.
به مجردی که محضی از اسلام یک چیز یاد گرفتیم فکر کردیم دیگه خلاص تلاش نکردیم که آن چیزی که واقعیت است او را در بیابیم. از همون خاطر ما حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم انتخاب کردم که در راستای حدیث روشنی بزرگ برای ما موجود باشد. چی کنیم؟ در این شک نیست که حالات خیلی خراب میه، وضعیت های دنیا تغییر میکنه. ما چی عمل کرده داشته باشیم، چی ضمیری داشته باشیم، چی مفکوره داشته باشیم. این موضوع را الله سبحانه و تعالی در آیتی که خیلی جامع است برای همه بندگان خود، خصوصا بندگانی که نظام الله سبحانه و تعالی را مشعل زندگی خود قرار داده، نظام الله سبحانه و تعالی را قبول کرده، تسلیم شده، به او هدایت است. این هدایت نه خاص برای کدام قومی است، نه خاص برای کدام طایفه است، نه خاص برای کدام زمانی است، نه خاص برای کدام مکانی است، عام است. الله سبحانه و تعالی همه مؤمنان را مخاطب قرار میده و میفرما و اعد لهم ما استطعتم من قوه. آمادگی بگیره در مقابل دشمنانتان. هر کس کی باشه دشمن است. بزرگترین دشمن برای ما کسی است که دشمن دین ما هست. دشمن شخصی یک کاری کرده میتونه، مهم نیست، یک شخص میره از دنیا، این قدر ضرر بزرگی نیست. ولی هرگاه نظام و حقیقت دین ما و او آیینی که ما برش افتخار میکنیم و داد میزنیم که در دنیا دیگه این قسم دین و نظام وجود نداره، اگر او لکه پیدا میکنه، نعوذ بالله، اگر خلل نسبت به دین میشه، این بسیار امر خطرناک و بزرگ است. از امو خاطر هر مومن در تلاشی باشه که دین ضربه نبیابه. از امو خاطر قبل که حالات بیایه، الله سبحانه و تعالی برای ما میگه و اعد لهم ما استطعتم. آمادگی بگیره در مقابل دشمنایتان به اندازه که توان داره. من قوت، هر قسم قوته، اگر او قوت صحت است، اگر او قوت اقتصاد است، اگر او قوت اندیشه و فکر است، اگر او قوت روحانی است، اگر او قوت ایمانی و عقیدوی است، اگر او قوت سلوک و روش است، در تمام چیزا الله سبحانه و تعالی ما را هدایت داده که ما قوت حاصل بکنیم. چقدر قوی استیم، مفکوره ما چقدر قوی است، عقیده ما چقدر قوی است، صحت ما چقدر قوی است، همت ما چقدر قوی است، عزیمت ما چقدر قوی است، غیرت ما چقدر قوی است. امروز که میبینی که مردم نعوذ بالله نوکری کفار میکنه، قوت در عقیده وجود نداره، در عزیمت وجود نداره، در همت وجود نداره، در غیرت وجود نداره. اگر کسی بیناموس میشه نعوذ بالله، اگر کسی دین فروش میشه، این کلش عزیز نه که ما در ناحیه دین، در آن چیزی که الله سبحانه و تعالی برای ما فرمان داده، قوت حاصل نکردیم. ما در حالت ضعف قرار داشتیم. از امو خاطر تشریع این قوت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما و شما در حدیثی که ابی هریره رضی الله عنه نقل میکنه، امام مسلم رحمه الله روایت میکنه، میگه به شکل ترغیبی تشویقی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید المؤمن القوی، مؤمن قوی در چه چیز قوی باشه؟ در این شک نیست که صفت مؤمن است. مؤمن قوی کسی است که ایمانش قوی باشه، لیکن قوت ایمان به دیگه قوت هم ضرورت داره. به قوت صحت ضرورت داره، به قوت اندیشه ضرورت داره، به قوت اقتصاد ضرورت داره، به قوت روحانی ضرورت داره، به قوت سلوکی ضرورت داره. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما و شما را میگه، چی میگه؟ میگه مؤمن قوی خیر و احب الی الله من المؤمن الضعیف.
خیر است، به اعتبار آثارش، به اعتبار عملش خیر است، نفیش به مخلوق میرسه. حرکتی که میکنه به جز از اینکه منفعت به مردم برسه، به مسلمان برسه، دیگه کار نداره. او طور آدم میباشه مؤمن قوی. تشریح از این بسیار میکنیم ان شاء الله که ما تصمیم بگیریم، عزم بگیریم که راستی خود مؤمن قوی بسازیم. اگر ما مؤمن قوی باشیم، گاهی هم آله استعمال کسی هم قرار نمیگیریم، گاهی هم در یک سنگر شکست نمیخوریم، در هیچ نوع سنگر. زندگی ما کلش سنگر است، خانه ما سنگر است. خبرداری مبارزه تا با شیطان در مبارزه استی، با نفس در مبارزه استی، با حرکات و عنعنات و رواجا و هیاهوی و مزخرفات و بدعات و رسومات، کلی ازی قطش مقابله روان است. سنگر است. چقدر قوت داری که در مقابل ازی استاد شوی؟ تا که قوت نداشته باشی نمیتونی حتی سخن سیاسی تا که به خلاف شرع تو را دعوت میدن نمیتونی مقابله ازی را بکنی. حرکت میکنی یک طرف، قوی نیستی، نمیتونی. از او خاطر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمه که مؤمن قوی خیر است و احب، خیلی محبوب است، دوست است. با کی؟ الی الله، بسوی الله، با الله دوست است. دوستی الله، دوستی الله. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم قوت ثمرش بیان میکنه، نتیجهش بیان میکنه که محبوب به پیش الله سبحانه و تعالی است. انسان هر قدر تلاش میکنه، به می خاطر تلاش میکنه که محبت الله را کسب بکنه. تو الله را دوست داری، خو الله تو را دوست داره یا نه؟ الله اکبر. اگر الله آدم محبوب داشته باشه چی نتیجه داره؟ این تشریحش در حدیث دیگه میکنه. او حدیث هم از ابی هریره رضی الله عنه است. بخاری، امام بخاری رحمه الله نقل میکنه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرما ان الله تعالی، یقینا الله سبحانه و تعالی که صفت عالی داره، شان عالی داره، بلند مرتبه هست. قال فرموده، حدیث قدسی، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که الله میفرماید، الله خود میفرماید. چی میفرماید؟ من عادى لی ولیا فقد آذنته بالحرب. این اول جمله است. کسی که دشمنی داره به امرای او، کسی که برای من نزدیک است، برای من دوست است، محبوب است، فقط آذنته بالحرب، ما اعلام جنگ برش کرده. زمانی که الله سبحانه و تعالی با کسی اعلان جنگ بکنه، کسی هست در مقابل استادگی کرده بتونه؟ اول گپ اینجا ایست، قبل از اینکه تو محبوب شوی، محبوب الله، ولی الله سبحانه و تعالی می باشه. بفهمی ای مؤمن، اگر تو الله تو را دوست داشته باشه، تو ولی الله هستی. و اگر کسی در مقابل تو اهانت میکنه، توهین میکنه، الله اعلام جنگ کرده. حفاظت و صیانت تو را الله سبحانه و تعالی میکنه. امروز که مؤمنا در بدر خاک بسر است، ما دور کردیم خدا، محبت الله را کمایی نکردیم، ولایت الله سبحانه و تعالی را کمایی نکردیم، تلاش نداریم، محنت نمی کنیم، زحمت نمی کشیم که کدام چیز، کدام سبب محبت الله سبحانه و تعالی میشه. از همون خاطر است الله نصرت خدا میگیره از پیش ما. ان تنصر الله ینصرکم. اگر ما واقعا دین الله را نصرت کنیم، الله ما را نصرت میکنه، نمیگذاره. مشکل ما در تمام جهان، مسلمان الله رحم بکنه، اویی که به عقیده کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم محکم استوار است، میدانه حقیقت بسیار کم مردم است، در فیصدی بسیار کم است، خیلی کم است. او کسی که در یک مجمعه بزرگ 1000 نفری در یک مسجد که جمع میشه، چند تنی از یا از این نماز لذت میبره، چند تنی از این وقت الله اکبر میگه قلبش یک دم پرواز میکنه، الله اکبر. چند تنی از این فکر میکنه که من در دنیا هیچ لذت دیگری نداشتم بجز از این لذت. احساس کردیم؟
در عمری که سر ما میگذره نمازا میخوانیم احساس کردیم؟ بسیار کم مردم باشد. علتش چیست؟ علتش چیست که ما آن چیزی که سبب محبت الله سبحانه و تعالی میشه دنبالش نمیگردیم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که ولی الله را اگر کسی اذیت میکنه، دشمنی میکنه، الله اعلام جنگ امرش کرد. کی ولی میشی؟ اسباب ولایت کدام است؟ چه قسم ولی الله جور میشی؟ الله سبحانه و تعالی دمی حدیث خود میفرماید و ما تقرب الی عبدی، نزدیکی نجسته به سوی ما یک بنده ما بشین، به طور یک چیزی که او میخواه برای ما خود نزدیک بسازه، نجسته اینطور نزدیکی را احب الی که او برای من بسیار محبوب باشه، مما افترضته علیه، از آن چیزی که من سرش فرض گردانیده. ولایت وقتی حاصل میشه که تو به الله خود نزدیک بسازی. راه نزدیکی به سوی الله، محبوب ترین چیزی که به الله آدم توسطش نزدیکی میجوید ادای فرایض الله هست. از آن چیزی که نهی کرده خود منع کردن، اجتناب کردن، و از آن چیزی که امر کرده او را ادا کردن. هر کدام ما میبینیم اوامر الله سبحانه و تعالی تنها نماز نیست، تنها زکات نیست. اوامر الله سبحانه و تعالی معامله نیک با سیاستت، معامله نیک با اولادت، معامله نیک با همسایت، معامله نیک با برادر مسلمانت هست.